لایف جدید و جنجالی آریانا سعید که امروز نشر شد. چرا آریانا سعید در این لایفش به این شکل ظاهر شده است؟ آیا به واقعیت آریانا سعید به بار دیگر چهرهش را جراحی کرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند موفق، ناماشنا و مطرح افغانستان که نامش در میان هنرمندان افغانستان و مردم افغانستان حتی کشورهای فارسی زبانان شهره است. آریانا سعید امروز در جدیدترین لایفش که در صفحه اینستاگرامش گذاشته بود با چهره کاملا زشت و خشن ظاهر شده است که نقد و نظر شدید از طرف مردم و علاقمندانش در لحظات آغازین این لایف شد. اما آریانا سعید به طور عاجل بخش کامنت این لایف را بند کرد. آریانا سعید با آنکه در اوایل چهره خوبی داشت ولی بعد از آن که به اوج شهرت رسید چهره خود را تاکنون چندین بار جراحی کرده است و تازه ترین عمل جراحی آریانا سعید که چشمهای خود را جراحی کرده بود مورد نقد و نظر شدید مردم و علاقمندانش قرار گرفته است. آریانا سعید خواسته چهره خود را مانند مردم چین بسازد. این همه در حالی است که آریانا سعید همیشه در رقابت با هنرمندان سرشناس خارجی بوده است و خواسته یک گام جلوتر از آنها باشد و آریانا سعید طرفداران و علاقمندان فراوانی در سرتاسر جهان دارد. گانه هنرمند افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح ملی و بین المللی برگزار می شود، ولی هر کس خودش می داند و زندگیش. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. شما را به الله منان میسپارم. شاد و موفق باشید.